با در نظر داشت وضع مرکب بیماری کووید 19 در چند کشور همسایه، در تاجیکستان از 16 آگوست سال 2022 دور چهارم معرکه واکسیناسیون به ضد بیماری سرایتی کرونا ویروس میان کارمندان ساحه تندرستی آغاز گردید. بنا به حساب وزارت تندرستی تاجیکستان، علاکه 36635 نفر کارمندان ساحه طب به واکسین چهارم به ضد بیماری همگیر کووید 19 فرا گرفته شدند. سردار ریاست بخطری سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالتهای اضطراری و یاری تاجیلی طبی وزارت تندرستی نوروز جعفروف به خبرگزاری خبر خبر داد که به دوره چهارم واکسیناسیون بعد کارمندان ساحه طب شخصان از 60 ساله بالا فرا گرفته می شوند. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان، از آغاز معرکه واکسیناسیون به ضد بیماری کووید 19 تا 19 آگوست سال 2022 در جمهوری 5,312,807 نفر یا 94.9% از سن 18 بالا با وایه یکم، 5,221,534 نفر یا 93.3% با وایه دوم و 4,927,758 نفر یا 88% با وایه سوم واکسین ضد کرونا ویروس فرا گرفته شدند. تا امروز به تاجیکستان با مقصد با واکسیناسیون به ضد این بیماری فرا گرفتن شهروندان مملکت از خارج 18,290,000 وایه واکسین ضد کووید 19 وارد گردیده است. همه این واکسین‌ها ها توسط مکانیزم بین المللی کوواکس و کمک‌های بشردوستانه یعنی به صورت رایگان به تاجیکستان داده شدند. تقریبا نصف این واکسین‌ها را دو کشور خطای و آمریکا به تاجیکستان تحفه کردند. با قرار ستاد جمهوری مبارزه با کرونا ویروس از 3 ایول سال 2021 گرفتن واکسین ضد این بیماری برای تمام ساکنان سنشان از 18 بالا در تاجیکستان حتمی می باشد. شماره آن ساکنان تاجیکستان که باید حتما از کرونا ویروس واکسین بگیرند نزدیک 5.9 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. وزارت تندرستی تاجیکستان از 15 فوریه سال 2020 به این طرف یعنی اینک بیش از 2 ماه باز یگان مورد نو گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس را در جمهوری ثبت نکرده است. از اول پاندمی بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 17,388 مورد گرفتاری به کرونا ویروس آشکار گردیده. از این شمار 17,264 نفر شفا یافتند ولی 124 نفر متاسفانه قربان این بیماری قتل شدند. منتقدان شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس را در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت تندرستی می شمارند.